دوستان عزیز، حلقه گذشته درباره فرشته ها گفته و ایمان آوردن به وجود آنها و اینکه آنها قدرت تشکل یابی دارند و غیره. گفتیم که وظیفه های گوناگون دارن، وظیفه های آنها رو نمیتونیم که ما شماریم. باید های زیاد درباره آن اومده است و حدیث های زیاد اومده است درباره آن چیز. امروز باشد درباره کتاب گام بزنیم. کتاب یعنی و کتبی و کتاب های الله تعالی. از رکن ایمان این ایمان آوردن به کتاب هایی که الله تعالی برای ما نازل کرده است که در آن شریعت خودش را بیان میکند، مردم را هدایت میکند، مردم را راهنمایی میکند، برای آنها چارچوبه ها را معین میکند که از اون چارچوبه نباید که بیرون روند، در دایره آن چارچوبه باشند و حیات خود را طبق آن گفته ها و دستورات الهی پیش برند. حیات سیاسی و اقتصادی اجتماعی خودشان باید تابع دین الله تعالی باشد، از دین الله تعالی بیرون نرود، چون که عدل و عدالت این در دین است. دین تجسمگری عدالت است، چون که الله که صاحب این دین است، الله که صاحب این کتاب هست. البته این کتاب تجسمگری عدالت در طول تاریخ خواهد بود. میگه که الله تعالی قول آمنا بالله و ما انزل الینا، بگه که ایمان آوردیم به الله و آنچه که به ما نازل کرد. و ما اوتی النبیون من قبلهم من ربهم و ما اوتی النبیون من ربهم، آنچه که پیامبران از پیامبرانشون از خداهاشون آورده بودند و اون چیزی که پیامبران از خدا آورده بودن برای ما. این چنین الله تعالی میگه که الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل. یعنی ببینید، یعنی که خودی همین دلیل چی است؟ دلیل اون است که اسلام یک دینی هست که حقیقت را همیشه میپذیرد و اسلام یک دینی هست که دینی عالمی هست و دینی به اصطلاح تحمل پذیرم هست. حالا امروز دشمنا برامدن اسلام متهم بکنن که اسلام گویی که فقط خودش رو حق میدونه، دیگران رو قبول ندارد، اما در حالی که اسلام ببینید اومد کتاب‌های پیشین رو نیز قبول دارد، تورات و انجیل رو نیز قبول دارد، چون که تورات و انجیل نیز کتاب خدای تعالی است که موافق به شرایط اون زمان فرستاده شده بود که دیگر در زمان ما اون دیگر صلاحیتش تمام شده است. خب الله تعالی گفت که آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، ایمان آورد پیامبر اون چیزی که خدا نازل کرده بود و به خود او اون چیزی که پیامبران پیشین نازل کرد و این چیز مؤمنان نیز به اون چیز ایمان آوردند. یعنی که خلاصه قرآن کریم این از همه کتاب‌های گذشته بالاتر و بالاتر و عزیزتر است و کتابی است که تصدیق کننده اون چیز در اون کتاب اومده است. خیلی گفت که مصدقا لما بین یدیه من التوراة و مهیمنا علیه، این کلمه مهیمن را آورده است. این قرآن یک معجزه الله تعالی است، معجزه کاملی از طرف الله تعالی هست. الله تعالی میگه که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این قرآن را برای شما نازل کردیم و اون قرآن را ما خودمون حفظ خواهیم کرد. امروز ببینید اینقدر طعنه به قرآن میزنن، اینقدر میخوان قرآن آبروشی بزنن، لیکن هیچ کاری از دستشون نمیآید، چون که چنان محکم و چنان مستحکم است این قرآن. خودی قرآن آمده رسیدنش، اونهایی که قرآن را مثلا روایت کردن از پیامبر علیه السلام، صحابه و اونهایی که از تابعین و از صحابه روایت کردن، تابعین و تابعین و غیر از این دیگر، همین خیلی روشی مستحکمی است که تا تو یک کلمه یک حرکتش دیگر شود علما در یک ثانیه میفهمن که این دیگر شده است، برخلاف دیگر کتاب‌ها که میتون با آنها بازی کرد، به معانی آنها، به مبنای آنها بازی کرد، اما قرآن یک چیزی است که نمیشه که بازی کرد با آن. یک اون کلمه رو کم کرده نمیشه، اون کلمه اضافه کرده نمیشه. این همون مستاقی سخن الله تعالی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون است. ما اینا نازل کردیم و خود حفظ میکنیم این قرآن. یعنی بارها در همین آیات چند بار اسلوب‌های به هر اسلوب تاکید استفاده شده است، یعنی که این کلام الله تعالی هست، لفظش، حرفش، معناش همش از طرف الله تعالی هست که به طریق تواتر، یعنی پیاپی از صحابه ها، تابعین، تبع تابعین به همین شکل بدون زیاده و نقصان برای ما نقل شده است. یعنی یک کتابی است که حکمش عدالت است، کتابی است که انسان را به هدایت و راه راست دعوت میکند و هر شخصی که همین قرآن زیر پا کرد، هر شخصی که علیه قرآن مبارزه بود، خدا او را میانش را میشکند. خیلی عباره مشهور امام علی رضی الله تعالی عنه هست، میگن که من ترکه قسمه الله، قسمه الله و حرف صاد، الله تعالی رو میشکند، کمرش رو میشکند. و حشره یوم القیامت اعما، روز قیامت او را کر حشر میکند و زنده میکند. و من ابتغى الهدى فی غیره اضله الله، غیر از قرآن کسی هدایت خودش را در دیگر کتاب هم میکوبد، در اوستا میکوبد، در زند میکوبد، در دیگر کتاب هم میکوبد، در تورات و انجیل یا محرف میکوبد و گمراه میشه. حضرت علی اضله الله
و من تعرض له بطعن اذله الله. و هر شخصی که قرآن طعنه زده میشه و قرآن نقصانش بیان کرده میشه به طور خودش، به فکر خودش، خدا خار میکنه در دنیا. نمونه این بسیار است دوستای عزیز. حاضر خصوصا در زمان ما انسانی هستن که به زبان ما گپ میزنن، لباس ما رو میپوشن، شکل ما رو دارن، لیکن اونها مثل یک ظاهرا مثل یک برچه هستن که دلی گرگ رو دارن. این که بره است که گرگی است که پوستی بره در بر کرده است. مقصدش هجوم به قرآن است، هجوم به دین است، دین را نادیده گرفتن است. در جمعیتی که 99% مسلمان هستند بلبله ایجاد کردن است، نوتنجی کردن است، مردم در عقیده هاشون شک انداختن است. ابوالبرکات نصفی میگه که در تفسیر انا نحن نزلنا الذکر، یعنی در همه وقت این کتاب از زیادت و نقصان و تحریف و تبدیل محفوظ است، نگه داشته شده است. این کتاب رو میگه خود الله تعالی به عهده خودش گرفت حفاظت و نگهبانیشه، برخلاف کتاب‌های گذشته که حفاظت و نگهبانی اون رو به اهل همون ربانیون و احبار اونها گذاشته شده بود. چقدر الله تعالی میگه که بما استحفظوا من کتاب الله. علامه الوسی در تفسیری اومد میگه این که یعنی الله تعالی گفته که ما حفظ میکنیم این کتاب از هر قدح و طعنه مثل تحریف و زیادتی و نقصان و دیگر کردن معناهاش. اینچنین علامه محمد عبدالستار تونسی حنفی میگه که مسلمان ها همگی اتفاق دارن که قرآنی که در دست ما هست امروز در شرق و غرب عالم اسلام موجود دارد، از اولش تا آخرش، از الحمد تا سوره معوذتین، این وحی است که از الله تعالی به پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم نازل شده است. خب و کسی به حرف از این کتاب کافر شود، به همین قرآن کافر شده است. بنابراین امت اسلام به قرآن یک نگاهی عجیبه دارد. امروز میبینی مثلا گرم همین تاجیکای خودمان بچران کودکش 5 ساله 6 ساله میشه در فکر یک خوری یافتن، یک جایی یافتن میشود که این بچه‌م خواند قرآن اخر اذیت کنه. با اینقدر مثلا مشکلی که وجود دارد حرکت میکنن یک خوری یا حافظه یا من خود در داخل خود در خارج به یک عذاب و به یک وزنینی ها همه این را تحمل کنه فقط به خاطر کتاب خدا را اذیت کردن این کودکش. خودش که این یک نمود قهرمانی است، این نمود قرآن دوستداری هست، یعنی که به درجه به این چیز مردم محبت داره. امروز می‌بینیم اونجوری کسی تورات اذیت کرده باشه، انجیل اذیت کرده باشه یا اذیت داند، در حالی که قرآن را میلیون ها هر سال میلیون ها انسان ازبر میکنه. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. یگان کتاب مثل قرآن در دنیا اعتنا داده نشده است، اعتبار داده نشده است به اون، چون که به قرآن اعتبار داده شده است. تفسیرها، لفظها، قرآن مثلا علوم قرآن هست، درباره تجویدش، درباره بلاغت قرآن، درباره تمام جنبه‌های قرآن علما به طور علاهیده بیان کردن. تفسیرهای داریم، تفسیر سیاسی هست، تفسیر اجتماعی هست، تفسیر روانی هست، تفسیر فقط اثری و حدیثی هست، تفسیر از جهت بلاغت هست، تفسیر از جهت لغت هست. تو آدم هستن که اعراب قرآن دارن که تمامی حرفای قرآن اعرابش برآورده دیگه از جهت گراماتیکی، که یگان کتاب تو حالا اینقدر اعتبار ندیده است چون که قرآن دیده است. خلاصه این است که وقتی سوال شد که تورات و انجیل حاضر همون چیزی است که ما با اون ایمان داریم، ما میگیم که نه، تورات و انجیلی که ما ایمان داریم اونه که به موسی علیه السلام نازل شده بود و اون چیزی که به عیسی علیه السلام نازل شده بود. اما اون چیزی که محرف است، تحریف شده، معناش دیگه شده است یا کلمه‌هاش دیگه شده است یا اینکه تفسیرهای دروغ بر اون گذاشتن، ما با اون ایمان نداریم. خلاصه همین بود دوستان عزیز مسئله ایمان به کتاب‌ها. ان شاءالله درس آینده درباره ایمان به پیامبران صحبت خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.